مرسدس بنز یکی از قدیمی‌ترین و لوکس‌ترین شرکت‌های خودروسازی جهانه که امروز ارزشی بالغ بر 80 میلیارد دلار داره. اما با اینکه امروز جزو محبوب‌ترین و گران قیمت‌ترین خودروهای جهان حساب میشه، خیلی‌ها فراموش کردن که این برند شروعی بسیار ساده و فروتنانه داشت. همه چیز از یک مهندس فقیر آغاز شد، کسی که در مسیر ساخت اولین کالسکه بدون اسب با شک و تردیدهای زیادی مواجه شد و شکست‌های متعددی رو تجربه کرد. اما با وجود تمام این موانع، او همه رو غافلگیر کرد و موفق شد کسب و کار کوچیک خود را به اولین و بزرگترین شرکت تولید انبوه خودرو در جهان تبدیل کنه. اواخر قرن 19 مرسدس بنز با داستان موفقیت الهام بخشش همه را شگفت زده کرد. اما این داستان در ادامه مسیر تاریک و بحث برانگیزی به خود گرفت، زمانی که این شرکت از طریق تأمین خودروهای نظامی برای نازی‌ها و استفاده از کارگران اجباری به سود هنگفتی دست یافت. پس آماده باشید، چون امروز قرار داستان شگفت انگیز مرسدس بنز و مردی که خودروها رو به زندگی ما آورد، یعنی کارل بنز رو تعریف کنیم. کارل بنز در نوامبر سال 1844 در شهر کوچیک مولبرگ آلمان متولد شد. او در یک خانواده فقیر بزرگ شد. پدرش که یک راننده لوکوموتیو بود، به سختی میتونست مخارج زندگیشون رو تأمین کنه. اما زمانی که کارل تنها 2 سال داشت، پدرش از دنیا رفت و او و مادرش را در شرایط مالی بسیار سختی قرار داد. کودکی کارل آسون نبود. او اغلب با شکم گرسنه میخوابید، اما مادرش تمام تلاش خود را کرد تا بتونه برای اون یه آموزش مناسب فراهم کنه. به لطف حمایت مادرش، کارل تونست به مدرسه بره و از سنین کم استعداد فوق‌العاده‌ای در شیمی و مکانیک نشون بده. در 15 سالگی کارل تصمیم گرفت که راه پدرش رو ادامه بده. در آزمون ورودی مهندسی مکانیک در دانشگاه کارلسروه پذیرفته شد، جایی که با فردیناند ردنباخر آشنا شد، استادی که بعدها تأثیر بزرگی بر زندگی او گذاشت. ردنباخر یکی از چهره‌های اصلی تحول مهندسی مکانیک در آلمان بود. او معتقد بود که موتورهای بخار که در آن زمان عمدتاً در قطارها و کشتی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند، رو به زوال است. تحت آموزش‌های او، علاقه کارل به ساخت کالسکه‌های بدون اسب بیش از پیش تقویت شد. از آنجایی که خودش هم یک دوچرخه سوار حرفه‌ای بود، شروع به آزمایش‌های مختلف روی دوچرخه‌اش کرد تا شاید بتونه اون رو به یک وسیله نقلیه موتوری تبدیل کنه. در اون زمان مهندسان بسیاری تلاش کرده بودند اولین خودروی موتوری را بسازند. برخی از آنها موفق به ساخت وسایل نقلیه خودران شدند، اما این اختراعات هنوز کاربردی و عملی نبودند. کارل متوجه شد که اکثر این وسایل مبتنی بر موتورهای بخار هستند و تحت راهنمایی پروفسور ردنباخر او دریافت که نیاز به یک رویکرد کاملا جدید داره. با وجود تمسخرهای اولیه، کارل هرگز امیدش را از دست نداد. او میدونست که فقط به زمان بیشتری برای اثبات ایده‌هاش نیاز داره. پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه کارلسروه در 19 سالگی، کارل 7 سال آینده را در مشاغل مختلف مهندسی و ساخت و ساز کار کرد. اون به سختی در این محیط‌ها جا می‌افتاد، اما هر چیزی که یاد می‌گرفت رو برای شروع کسب و کار خودش ذخیره می‌کرد. سال 1871 در سن 27 سالگی او با یک مکانیک به نام آگوست ریتر شریک شد و با هم یک کارگاه مکانیکی و ریختگری آهن در مانهایم تأسیس کردند. در همین زمان کارل همچنان در حال کار بر روی پروژه رویاییش، یعنی ساخت یک کالسکه موتوری بود. بنابراین داشتن یک شریک برای مدیریت کارگاه امری ضروری به نظر می رسید. اما متاسفانه آگوست ریتر فرد قابل اعتمادی نبود. پس از اینکه ابزارهای کارگاه توسط مقامات محلی ضبط شد، شرکت آنها به شدت دچار مشکلات مالی شد. خوشبختانه در همان زمان کارل با زنی به نام بغتا قینگه آشنا شد که بعدها همسر او شد. بغتا که از یک خانواده ثروتمند بود، زنی با ارزش‌های قوی و اراده استوار بود. او نمیتونست ببینه که تلاش‌های نامزدش به دلیل یک شریک نامناسب از بین میره. پس او تصمیم بزرگی گرفت و با استفاده از جهیزیه خود تمامی سهام ریتر رو خرید و کنترل کامل شرکت رو در اختیار خود کارل قرار داد. این تصمیم نقطه عطفی برای کسب و کار اونا شد. طی 10 سال بعد با وجود تمام مشکلات، کارل تونست استعداد واقعیش رو نشون بده. در این دوره او به موفقیت‌های بزرگی دست یافت و نوآوری‌های مهمی را در پروژه خودرویش ایجاد کرد. یکی از مهمترین آنها
موتور بنزینی 2 زمانه در سال 1879 بود. برای کسب درآمد بیشتر، او تعدادی از اختراعاش رو به ثبت رسوند. از جمله سیستم تنظیم سرعت موتور، سیستم جرقه زنی با باتری، شمع موتور، کاربراتور، کلاچ و گیربکس و همچنین رادیاتور آب. این اختراعات نه تنها اون رو به رویای ساخت کالسکه بدون اسب نزدیک‌تر کردند، بلکه محصولات جدیدی را نیز برای فروش در کسب و کارش فراهم کردند. اما همه چیز طبق برنامه پیش نرفت. هزینه‌های تولید در شرکت کار بیش از حد بالا رفته بودند. بانک‌ها اصرار داشتند که شرکت به یک شرکت سهامی تبدیل شود. بنابراین او مجبور شد با سرمایه‌گذاران جدید همکاری کند. در سال 1882 شرکت او به یک شرکت سهامی تبدیل شد و کار فقط 5% از سهام اون رو در اختیار داشت. او از مقام مدیریتش کنار گذاشته شد و دیگر هیچ نقشی در تصمیم گیری های شرکت نداشت. و بدتر از اون، ایده های او دیگه مورد توجه قرار نمی گرفتن. او حتی هیچ اختیاری بر طراحی محصولات جدید شرکت نداشت. کار که از این شرایط سرخورده و ناامید شده بود، تصمیم بزرگی گرفت و در سال 1883 او شرکت را ترک کرد و برای همیشه از کسب و کار خودش جدا شد. اما آیا این پایان کارل بنز بود؟ یا تازه شروع داستان واقعیش؟ در ادامه خواهیم دید که چگونه او با یک حرکت جسورانه تاریخ را برای همیشه تغییر داد. ترک شرکتی که خودش ساخته بود ضربه سنگینی برای کارل بنز بود. اما این شکست او را بیش از پیش مصمم برای موفقیت کرد. علاقه دیرینش به دوچرخه باعث شد تا با مکس روز و فریدریش ویلهلم آشنا شه. دو مردی که در مانهایم یک کارگاه تعمیر دوچرخه داشتند. اونا با همکاری یکدیگر شرکت بنز اند سی رو تأسیس کردند و تمرکز خود را برای ساخت ماشین‌آلات صنعتی و موتورهای گازسوز گذاشتند. برخلاف تجربه تلخ قبلیش، این کسب و کار جدید به سرعت به سوددهی رسید و در مدت کوتاهی شرکت درآمد ثابتی رو به دست آورده بود و با 25 کارمند مشغول به کار شد. حالا کار میتونست روی رویای همیشگیش تمرکز کنه، ساخت یک خودروی موتوری. اما این بار اون یک کالسکه ساده رو موتوری نکرد، بلکه یک وسیله نقلیه کاملا جدید رو از پایه طراحی کرد. در سال 1885 او موفق شد اولین خودروی واقعی دنیا را بسازد، بنز پاتن موتورواگن. ویژگی‌های این خودرو 2 سرنشینه، 3 چرخ، موتور بنزینی 4 زمانه، یک سیلندر با قدرت 2.3 اسب بخار و حداکثر سرعت 11 کیلومتر در ساعت. کارل بنز می‌دونست که این یک انقلاب بزرگ است. پس از چندین بار تست و اصلاح، او تصمیم گرفت در تابستان 1886 خودروی خود را برای اولین بار به خیابان‌های عمومی ببرد. اما واکنش‌های مردم دور از انتظار بود. برخی از منتقدین از این اختراع شگفت‌زده شده بودند و اون رو تحسین می‌کردند. اما بیشتر مردم به شدت نسبت به اون بدبین بودند. بسیاری نگران بودند که این وسیله ممکنه منفجر شه. عده‌ای معتقد بودند که این عرابه شیطانی است و کارل بنز رو دیوونه خطاب می‌کردند. حتی شرکای تجاریش هم از این وسواس او راضی نبودند و مدام می‌پرسیدند چرا کسی باید چنین وسیله‌ای بخره؟ سرعتش که از اسب‌ها بیشتر نیست. به راحتی خراب میشه و سوخت اونها محدوده. اما کارل بنز به شدت باور داشت که کالسکه بدون اسب آینده حمل و نقل خواهد شد و در سال 1888 او اولین فرد در جهان شد که تولید و فروش خودرو را آغاز کرد. بزرگترین حامی او همسرش گرتا بنز بود. او ساعتها کنار کارل در کارگاه میموند و پیشنهادات جدید میداد و او را به ادامه مسیر تشویق میکرد. اما حتی با وجود پیشرفت‌ها، مردم هنوز متقاعد نشده بودند. اون زمان خودروهای بنز مشکلاتی داشتند. از جمله برد مسافتی بسیار محدود، نیاز دائمی به حضور یک مکانیک برای تعمیرات و هزینه‌های بسیار بالای اون و فقط افراد ثروتمند قادر به خرید اون بودند. و بعضی وقتا حتی ثروتمندان هم از صدای زیاد و بوی بد موتور خوششون نمی اومد. یه چیز روشن بود. کارل بنز باید دنیا رو متقاعد میکرد که خودروهای موتوری آینده حمل و نقل خواهند بود. اما چگونه؟ اینجاست که
اتفاقی تاریخی قرار میخوره. یه صبح تابستونی در سال 1888 گرتا بنز تصمیم گرفت تاریخ رو تغییر بده. در حالی که کار بنز هنوز در خواب بود، گرتا بی سر صدا وارد خودروی همسرش شد. 2 پسرش را همراه خود برد و راهی یکی از مهمترین سفرهای تاریخ صنعت خودروسازی شد. او قصد داشت به خانه مادرش در شهر فورزهایم بره، شهری که 106 کیلومتر از مانهایم فاصله داشت. اما نکته جالب اینجا بود. او نه به همسرش خبر داد و نه به پلیس، زیرا میدونست اگر کسی از این تصمیم مطلع شه، اجازه چنین سفری رو به او نخواهند داد. تا آن زمان هیچ خودروی موتوری هرگز چنین مسافتی را طی نکرده بود، اما گرتا مصمم بود که به دنیا ثابت کنه که خودروهای موتوری آینده‌ای حمل و نقل هستند. اما این سفر اصلاً آسون نبود. جاده‌های خاکی و سنگی که مخصوص اسب‌ها بودند، سفر را دشوار کردند. در میانه راه او مجبور شد به یک داروخانه بره تا سوخت بیشتری برای خود را تهیه کنه و این اولین جایگاه سوختگیری در تاریخ خودروها شد. مشکلات فنی زیادی پیش اومد و گرتا مجبور شد خودش تعمیرات مکانیکی رو انجام بده، از باز کردن لوله سوخت با سنجاق سر تا تمیز کردن سیستم احتراق. پس از 12 ساعت سفر سخت، گرتا و 2 پسرش سالم به مقصد رسیدن. اما مهمتر از اون به هدفش رسید. مردم متوجه شدن که خودروها فقط یک اسباب بازی گران قیمت نیستن، بلکه واقعاً میتونن جایگزین کالسکه ها شوند. پس از این سفر تاریخی، نام بنز پانتباتوواگن در سراسر آلمان پیچید و تجارت کار رونق گرفت. شرکت بنزنسی به سرعت رشد کرد و تا سال 1890 به دومین تولید کننده بزرگ موتورهای بنزینی در آلمان تبدیل شد. البته بیشتر این موفقیت به خاطر فروش موتورهای صنعتی ثابت بود، نه خودروها. اما این روند خیلی زود تغییر کرد. در همان سال 2 شریک تجاری جدید به شرکت پیوستند: فریدریش فون فیشر و یولیوس گانز. این 2 نفر مدیریت بخش تجاری و بازاریابی رو به عهده گرفتند تا کار بتونه روی نوآوری و مهندسی خودروهای جدید تمرکز کنه. نتایج این تغییرات به سرعت نمایان شد. کار بنز چندین اختراع جدید ثبت کرد، از جمله گیربکس سیاره‌ای، سیستم فرمان 2 محوری و موتور تخت با پرکربندی باکسر. در سال 1893 او خودروی جدیدی را با توصیه شریکاش طراحی و تولید کرد: بنز ویکتوریا، یک خودروی 2 نفره لوکستر دارای موتوری با توان 3 اسب بخار و حد اکثر سرعت 18 کیلومتر بر ساعت. ویکتوریا خودروی موفقی بود، اما مدل بعدی کار بنز به یک پدیده جهانی تبدیل شد: بنز ولو، اولین خودروی تولید انبوه جهان. ارزانتر از مدل‌های قبلی، مقرون به صرفه‌تر و کاربردی‌تر، با تولید 1200 دستگاه تبدیل به پرفروش‌ترین خودروی دهه 90 شد. تا اوایل دهه 90 شرکت بنزنسی بزرگترین شرکت خودروسازی در جهان بود. اما در همین زمان رقیبی خطرناک در حال قدرت گرفتن بود. شرکتی که در همان نزدیکی قرار داشت: دایملر موتورن گزلشافت. آیا این رقابت آینده بنز را تهدید می‌کرد یا باعث می‌شد پیشرفت بزرگتری در پیش رو داشته باشد؟ در ادامه داستان خواهیم دید که این رقابت چگونه صنعت خودروسازی را برای همیشه تغییر داد. در حالی که بنز در اوج موفقیت خود بود، رقیب اصلیش دایملر به سرعت در حال پیشرفت بود. این شرکت توسط گوتلیب دایملر و ویلهلم میباخ اداره میشد. هر دو از مهندسان نابغه بودند، اما گوتلیب دایملر به طور خاص به عنوان یک رقیب سرسخت و فردی باهوش در تجارت شناخته میشد. دانشی که کار بنز فاقد آن بود. در سال 92 دایملر اولین خودروی تجاری خود را معرفی کرد. در سال 94 مدل 2 سیلندر خود را عرضه کرد و در سال 97 مدل انقلابی دایملر فونیکس را با موتور جلو تولید کرد. وسایل نقلیه دایملر زیباتر، راحت‌تر و مدرن‌تر به نظر می‌رسیدند و این توجه مردم را به خود جلب کرد. اما در سال 1900 دایملر درگذشت و کنترل شرکت به دست میباخ افتاد. اما میباخ
میراث بزرگی از خود به جا گذاشت. در سال 1901 او یکی از مهمترین خودروهای تاریخ را طراحی کرد. مرسدس 35 HP. این اولین خودرویی بود که به شکل امروزی اتومبیل‌ها شباهت داشت. موتور بنزینی قدرتمند، شاسی فولادی مقاوم و مرکز ثقل پایین برای پایداری بیشتر. این خودرو در اصل برای مسابقات طراحی شده بود و به درخواست یک تاجر ثروتمند به نام ایمیلی لینک ساخته شد. او تصمیم گرفت این خودرو را به نام دخترش مرسدس نامگذاری کند. مرسدس HP 35 در مسابقات خیابانی و مسابقات تپه نوردی خودروهای دیگر را شکست داد و با حد اکثر سرعت 90 کیلومتر بر ساعت پیشرفته ترین خودرو زمان خود بود. این موفقیت شرکت دایملر را در مرکز توجه قرار داد و اونا تصمیم گرفتند تمام وسایل نقلیه خود را با برند مرسدس تولید کنند و مدل‌های جدید را برای مسابقات و استفاده‌های عمومی ارائه بدهند. اما این خبر خوبی برای شرکت بنز نبود. شرکای تجاری بنز احساس خطر کردند و تصمیم گرفتند برای رقابت یک مدل جدید و سریع‌تر طراحی کنند بدون تایید کار بنز. کار از این تصمیم ناراحت و خشمگین شد. او به شدت مخالف مسابقات اتومبیلرانی بود و باور داشت که خودروها باید ایمن و مطمئن باشد، نه سریع و خطرناک. اما مشکل بزرگتر این بود که خودروی جدید تیم بنز یک شکست تجاری بود و در سالهای 1903 تا 1904 شرکت با بحران‌های بیشتری روبرو شد. سرانجام کار بنز از شرکت خود کنار رفت، اما در هیئت مدیره باقی ماند. در نهایت او موافقت کرد که خودروهایش در مسابقات شرکت کنند و این تصمیم شرکت را نجات داد. در سال 1908 بنز یک خودروی مسابقه 120 اسب بخاری تولید کرد که تونست در 8.5 ساعت از لینینگراد تا مسکو را با میانگین سرعت 80 کیلومتر بر ساعت طی کند. اما این خودرو نبود که شرکت را در مرکز توجه قرار داد، بلکه یک غول 200 اسب بخاری بود. در سال 1909 بلیتزن بنز که به معنی بنز ساقه است تولید شد. این خودرو رکورد سرعت تمام وسایل نقلیه زمینی، هوایی و حتی ریلی زمان خود را شکست داد و در سال 1911 به سرعتی بالای 225 کیلومتر بر ساعت رسید. حالا بنز و دایملر هر دو جزو معتبرترین خودروسازان جهان بودند، اما این موفقیت دوام نیاورد. جنگ جهانی اول آغاز شد و همه چیز تغییر کرد. پس از شکست آلمان در جنگ، کشور دچار رکود اقتصادی شد و هر دو شرکت دایملر و بنز به شدت تحت فشار قرار گرفتند. در سال 1924 اونا رقابت رو کنار گذاشتن و برای کاهش هزینه‌ها تولید و بازاریابی خود رو با یکدیگر ادغام کردند. اما این همکاری کافی نبود. در سال 1926 اقتصاد آلمان بدتر شد و دو شرکت مجبور شدن به طور کامل با هم ادغام شوند و نام جدیدی متولد شد: دایملر بنز. از این پس تمام خودروهای اونا تحت برند مرسدس بنز به بازار عرضه شدند. در اواخر دهه 20 مرسدس بنز مدل‌های شگفت انگیزی مانند تایپ 630، سری SS، S و SS کارو معرفی کردند. یکی از مهندسین برجسته شرکت فردیناند پورشه بود، کسی که بعدها برند افسانه پورشه را تأسیس کرد. کارل بنز تا پایان عمرش در هیئت مدیره دایملر بنز باقی موند و موفقیت خودرویش را از نزدیک دید. او در اوایل 1929 در سن 84 سالگی درگذشت. اما شرکت او همچنان رشد کرد و به یکی از بهترین خودروسازان جهان تبدیل شد. در ادامه تحت رهبری نامنتظره آدولف هیتلر وارد دوره تاریک شد. اما این فقط آغاز داستان دیگر بود. در سال 1933 آدولف هیتلر در آلمان به قدرت رسید. اون قصد داشت مهندسی و فناوری آلمان را به جهانیان نشون بده و از این طریق جایگاه سیاسی خود را تقویت کنه. یکی از راههایی که او برای تحت تاثیر قرار دادن دنیا انتخاب کرد، سرمایه گذاری گسترده در صنعت خودروسازی و مسابقات اتومبیلرانی بود. از سال 1934 تا 1939
مرسدس بنز بر مسابقات گرند پریکس تسلط داشت. با مدل‌های قدرتمند V25 و V125 که به سرعت‌های باور نکردنی 320 کیلومتر بر ساعت می‌رسیدند. اما مرسدس یه رقیب جدی پیدا کرد. آوتو یونیون، اتحادیه خودرو، یک شرکت آلمانی دیگه که از حمایت مالی دولت برخوردار بود. آوتو یونیون بین سالهای 1935 تا 37 در 25 مسابقه پیروز شد. اما همچنان مرسدس بنز در صدر باقی ماند. این پیروزی‌ها آلمان رو به ابرقدرت مسابقات اتومبیلرانی تبدیل کرد. به ویژه برند مرسدس بنز که حتی مورد علاقه شخصی آدولف هیتلر بود. یکی از خودروهایی که هیتلر اغلب از اون استفاده می‌کرد، مرسدس بنز 770 بود. یک خودروی مجلل که عمدتاً در اختیار سیاستمداران نازی و مقامات ارشد قرار داشت. اما با آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1939 همه چیز تغییر کرد. با کاهش تقاضا برای خودروهای غیر نظامی، دایملر بنز به تولید وسایل نقلیه نظامی، زیردریایی‌ها، تانک‌ها و موتورهای هواپیما برای ارتش نازی پرداخت. بزرگترین خط تولید اونها کامیون‌های نظامی بودند که میتونستن بین 3 تا 6.5 تن تجهیزات رو حمل کنند. تا سال 1942 دایملر بنز تولید خودروهای غیر نظامی رو به طور کامل متوقف کرد و تمام منابع خود را به جنگ اختصاص داد. اما مشکل بزرگتر کمبود نیروی انسانی بود. چون بسیاری از کارگران آلمانی به جبهه‌های جنگ فرستاده شده بودند. در ابتدا دایملر بنز زنان را استخدام کرد تا تولید رو ادامه بده. اما وقتی این هم کافی نبود، شرکت به استفاده از کارگران اجباری روی آورد. هزاران نفر از زندانیان جنگی، غیر نظامیان و حتی زندانیان اردوگاه‌های کار اجباری ربوده شده بودند و تحت شرایط وحشیانه و غیر انسانی در کارخانه‌های دایملر بنز کار می‌کردند. اونا در اردوگاه‌های موقتی در نزدیکی کارخانه‌ها اسکان داده شده بودند و در شرایطی که شبیه زندان بود زندگی می‌کردند. زندانیان اردوگاه‌های کار اجباری تحت نظارت نیروهای SS در شرایط سخت و غیر انسانی کار می‌کردند. بسیاری از اونا از گرسنگی، بدرفتاری و حتی شکنجه جان خود را از دست دادند. تا سال 1944 تقریباً نیمی از 63,000 کارگر دایملر بنز کارگران اجباری بودند. پس از پایان جنگ در سال 45 دایملر بنز با بحران شدیدی روبرو شد. بر اساس توافق پوتسدام تمام دارایی‌های خارجی آلمان مصادره شدند و شرکت‌های آلمانی مجبور به پرداخت غرامت‌های سنگین شدند. این باعث شد که دایملر بنز تمامی شعب زیر مجموعه‌های خارجی خود را دست بده و تنها کارخانه‌های داخلی باقی بمونه. به عبارت دیگه، اونا باید از صفر شروع می‌کردن. در سال 1946 شرکت دایملر بنز بازسازی شد و مجبور شد مدیران ارشد خود را نازی‌زدایی کند. پس از این تغییرات، اونا تونستن از مقامات اشغالگر آمریکایی مجوز تولید بگیرن. اگرچه کارخانه‌های مرسدس بنز آسیب‌های شدیدی از بمبارون‌ها دیده بودند، اما برخلاف بسیاری از رقبای خود، همچنان کارخانه‌های خود را در اختیار داشتند. در سال 1947 تولید خودروهای غیر نظامی از سر گرفته شد، اما در آن سال تنها 1045 دستگاه از مدل 170V تولید شد. اما حتی تو این شرایط سخت، دایملر بنز موفق شد سودآور بمونه. تا دهه 1950 مرسدس بنز دوباره قدرت گرفت و در مسابقات اتومبیلرانی و بازار جهانی به موفقیت‌های بزرگی دست یافت و در سال 1954 سود این شرکت از مرز $1 میلیارد گذشت. امروزه مرسدس بنز یکی از ارزشمندترین برندهای خودروسازی جهان تبدیل شده. اما هیچ کدام از اینا بدون کارل بنز ممکن نبود. او با وجود تمام چالش‌ها و انتقادها و سختی‌ها، شجاعت و عزم کافی برای تبدیل روی خود به واقعیت داشت. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر از این محتوا لذت بردید، حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعد، خداحافظ.